اتاقیه که حالا موسومه به نقاشی شب یلدا. خواهشن اون جایی که دربش بسته هست رو باز نکنید، دربش رو اجازه بازدید نداریم و بازدیدمون هم در حد حدود 25 دقیقه هست. عکاسی بخواید بکنید سریع انجام بدید تا به کنیسه برسید. حالا بهترین قسمت خونه خب طبیعتاً شاهنشینش هست با ویژگی‌هایی مثل مقرنس‌کاری، آینه‌کاری، گچ‌بری، لایه‌چینی و از این قبیل. و خب یه عروسی هم هست که قدیمی هست ولی اورجینال این خونه نیست، از جای دیگه آوردن نصب کردن. عروسی یعنی کفش نه، یعنی اینکه پنجره‌های بالا رو، پنجره‌هایی که به شیوه اینجوری باز و بس نمیشه، بالا پایین میشه. حالا میریم از نزدیک میریم. پس لطفاً اون جایی که دربش بسته هست رو باز نکنید، برید داخل. مرسی که همکاری می‌کنید. زندگی میکنن اینجا؟ چقدر
ولی دوست گرفتم. من درست یاد اینا پنجره های بالا رو من آقا چی که کل اینجا آجیل نداره. ولی که برنجک و اینا باید میمونه که تو کاسه پیدا نیست آبیه. حالا میگم این اورجینال نیست ولی یک کپیه از کار کامل این به چند آجی داشت که اینه ضربه خب اون نقاشی هم یک کپیه از کار کمال الملک به نام فالگیر بغدادی. خب کمال الملک اون نقاشی رو کشیده ولی این کپیه. فکر نکنید که کمال الملک این آب را هدیه داده به صاحبخونه. آره این از این الان کار کرده یکی از مهمترین آثار کمال الملک میدونید چیه که خیلی صدا کرد و واقعا هم نازش هست داشت این نقاشی از بس ظرافت داره لامصب. نه اون تالار آینه کاخ گلستان که ناصرالدین شاه کشیده ببینید چقدر ظرافت رو به تصویر کشیده انگار عکسه. یعنی یه واقعا لحظه اول که میبینی فکر میکنی که عکس گرفته. خب بریم دیگه ما باید برسیم کارکرده خونه چی الان؟ کارکرده خونه الان سکونته و یه سری مراسمات خاصی خصوصی نمیشه؟ این راه به اینجا برسه باید دور بزنیم نه دور بزنیم این مسیری حیاتت باشه مسیری دایته چقدر دروب شدیم این هست داشتمش مسیرشون پاس داشت خاله نمومده این هست همونه الان درست اینجا چه؟ خاله نمومده پولک پوسته به محیط دست بزنیم میگیره این اتاق داخلیه هرچی میخواد دلش آفتاب بخوره اینجا خنک‌تر
کاهگیرش اینه که مثلا بار رو که بزنید چه بوی بلند شد کاهگیرش اینطوری هرچی آفتاب بهش بخورید این زیر اون خنک‌تر میشه. این چون وصفی داشت بذارنده بود که چون نونه توی آخه هست این چون فرم میشد بله خب دیگه خوشتی دیگه من کلی بسته